أنا أجيت لحتى أخذ أولادي. این توی دخترم. برای گرفتن کودکان اومدم. وقتی زیاد ندارم. برای چی سراسیمایی؟ به درون درا کمی دم گیر. حاضر نرگس هم می آید، او را هم می بینی. من کودکان را نزد یشار میبرم. بیهوده انتظار نشود میگویم. محمد، اویشا، کنی بیایی میرویم. رویتون مایلش دخترم، آخر مادرش شانی. کنی تیز رفتیم. ما رو با کجا میبرید؟ دستمون سردیه. من مادرتم. همش نقص میشود فهمو. رفتیم. مادرمو؟ محمد؟ اویشا؟ آنها دوستان خریجه آنها رو کجا میبرد؟ سردهد آنها رو. سردهد. آنها فرزندان خودم هستند. مادرشون میشوم. شما برای همون بگونید. روید از اینجا. ایستید، نزد کودکان جنگ نکنید. سالها شد فرزندانم را ندیدم. اکنون به خاطرتون رسیدیم. اینجا با دادزنی و خرخشه کار حل نمی شود. کنی درون درایید. نرگس به معلمت علی زنگ زن بیاید و این کار را حل کند. رفتیم بچه. نرگس مرا به حیرت آورد. چی لازم بود این دروغ؟ بله، باز همه او رو دختری آروم و با تمکین میگویند. به شما چی؟ میخواهد میگوید کاری خودش، نمیخواهد نمیگوید. سلام بچه ها. سلام. استاد مبارک باشد، هم به شما هم به خانم پینار. تشکر. روز فوتیه چی شد؟ به قفا پرت افتاد؟ نه، برعکس بر وقتتر گذاشتیم. انیق از دست میرود، یگان کار کردن میشنود. خوب، موضوع امروزمون امکانات معلومات صحیح. بچه ها، جواب های این سوال گوناگونند و از همدیگر فرق دارند. مثلا یکم معلوماتی که توسط عقل به دست آمده است صحیح است. دوم معلوماتی که توسط تجربه به دست آمده است صحیح است. سوم معلوماتی که نتیجهش ثمره بخش است صحیح است. چهارم معلوماتی که به واسطه حسیات به دست می آید صحیح است. پنجم معلوماتی که به واسطه 4 عنصر به دست می آید صحیح است. و ششم معلوماتی که به واسطه الهام به انسان می رسد صحیح است. همین فیلسوفان کار ندارند دیگر. یک چیزها رو فکر میکنند که سرم گرنگ شد. امره، یک مقاله چینی است. میگوید سرت را به یگان ظرف زن، اگر آواز خالی برآرد معنای آن را ندارد که ظرف خالی است. فرزندانم با من باشند. گناه است، خطا است. مگر به اینها من چه عذاب دارم کسی نمیداند. میفهمم، اما شما یگان نیز باز باید فکر کرده اید که فرزندان دوستم میدارن یا نه؟ خیالتون دویده با آغوشتون میدرویم. محمد، اویشه هم مرا نقص میبیند. تو هم. ما شما رو هیچ وقت نمیبخشیم. ما مادر نداریم و نداشتیم. نرگس خواهش میکنم هیچ وقت خطاگی را با خطاگی اصلاح کرده نمی شود. مرحمت، کنی آنها رو پرسید. مادری که سالها باز آنها رو ترک کرده است میخواهند. کنی پرسید. من این کار را کرده نمیتوانم. نمیخواهم که آنها بین من و توی و پدرت انتخاب کنند. یک روز مادر میشوی، انا آن وقت مرا میفهمی. نرگس به تو گفته بودم هرچی هم نباشد مادرت است. برای چی این کارا کردی؟ دخترم، جان دخترم. حالی پدرم خوب نیست حسنی خولا. گیه نکنید اپا جان. خانم نسرین،
به نرگس کمی وقت دید. باوری دارم با مرور زمان شما رو میفهمد. اونقدر خفه شده است، اونقدر دل شکسته است که اصلا مرا نمیبخشد. او را هم فهمیدن لازم. در این سن و سال و زینهایی که بر سری او آمد، به فکرم کمی وقت لازم است. اگر گپی نرگس رو گرفته از کودکان میپرسیدم، آنها را از یکدیگر جدا میکردم. دویم بار خطا کردن نمیخواهم. من از آنها دور زندگی کرده میتوانم، اما آنها باید یک جای به وایه رسند، نه اینکه پراکنده. معلمم لبای برای امتحان ها همین موضوع رو خوانم. اگر سوال پیدا شود کمک میکنم. شما رو من کار دارم. ساعتش رو جفت تو کن از پشت همون. معلمه جان پگاه میخوریم همین دوره؟ پگاه؟ وعده داده بودید که در بابت پینور یک جای خوراک میخوریم. ها با یادم رسید، در نزد قهوه خانه رفیقانت هم میشونده؟ چه خیلی رفیقان هیچ کس رو دعوت نمیکنم. استاد اوزان، شما نزد پینور میروید؟ بله میدونید بگاه برای پینور سورپریز میشود. میدانم، خدا موفق گرداند. سلام گویید. تو رو برادر گویم از جانت محروم میشوی، نگویم آخر خدایا نمیدونم چی کار کنم. چی شد؟ بله حاضر در نزدم. خوب در اصل از شما یک خواهش عادی دارم. فرزند پدری پینورکچند را یافتن لازم، یعنی برادرش را. خیر میابیم. بعد از بین می بردارید عاجلاً، فوراً. فهمو. حل میکنیم. برای تبی تو فاتحه رو بر وقت موندیم و تو باشی زیخ می نمایی؟ نه همش خوب است. یعنی پدرم در وقتش آمده نمیتوانند. مایلش خیر تا بازدید. آیله ما آمده نمیتوانستند. افسوس. هیچ گپ نه. بعدی آمدنشون باز یک بار دیگر جشن میگیریم. همین خیلی جانم؟ بله. برای بگاه خوراکا آماده هم. رفته بینم. پینار هم یافت شد. روزی فاتحه رو نیز بر وقت موندن. دیوانه میشوم. بختم رو از دست میدهم. تو دست در کیسه گردی بخت از نظر میرود. خیلی خنده آور. حرکت کردنم در کار. نمیداند که دوستش میدارم. چی کار کردنی؟ درد دلم رو زنگ زده میگویم. فهمیدی؟ کنی بینیم؟ تماشا کن. رقمت رو مخفی کن. یکی گپ زدن نمیتوانی زبانت میپیچد. اوزن تلفن. خودت جواب ده دخترم. تلفن جنوبی اوزن بفرمایید. الو شما کی؟ من پینور. کیستید؟ کی باشد؟ کسی بود آوازم رو فهمیده تلفن رو خاموش کرد. اهمیت نده، خطا کردگیست. فهمم.
ягон лаҳза аз наздаш дур нест. Не, бо телефон намешавад. ту ҳамон усули кӯҳнаро истифода бар. мактуб ба фикрам бисёр ошиқона мешавад. дуруст мегӯӣ. ба устод озан ҳамашро мефаҳмонам. ҳам бо мактуб осонтар мешавад. дар дарунаш баргҳои гул монда. биё мон, шӯхӣ кардам. ман ҳам шӯхӣ кардам. хайр, то пагоҳ. майаш хайр. ба осонӣ аз ман равурда наметавонӣ, Пинор хонум. монда набошед беҳтарин модар дар дунё. чӣ хел муҳаббати зебо, писарам. кайман ба шумо беҳурматӣ карда будам? не, накардию, аммо имрӯз дигар хел ҳастӣ. чи барои пагоя дастагул тайёр кунед як хушрӯй. мекунем. барои кӣ? ча бояд гӯям, бо як духтару хӯрӣ дорам, барои дилашро ба даст овардан гул лозим. фаҳм. хуб, чаҷон? фаҳму хуб. тузиқ нашав. чаҷони ман беҳтарин чиста. аммо онҳо бояд якҷоя ба воя расад, на ин ки пароканда. بفرمایید ملیک خانم. سلام معلم. من برای فهمیدن احوال نرگس شما رو ناراحت نکردم؟ استغفرالله. وضع عائلوی نرگس را فهمیدن طلبگان خوب نشد. مثل جعل با او هم بی‌حرمتی کردنش ممکن است. راست میگوید. وای من در خانه بابایم. اگر شما بیکار باشید مرحمت بیایید. یک جای خورو خورده صحبت میکنیم. خوب میشد. صحبت جمال مکروه افزاست، اما کمتر کار دارم. خواهید بگو در مکتب صحبت میکنیم. شما راضی هستید؟ البته. خدا حافظ. تا بازدید استاد. چرا فکر کردم که می آید؟ خودم رو ناراحت حس کردم. با خیر هست؟ با خودم به خودم گپ میزنم. انسان با خود گپ زدنش خوب است، اما خود به خود گپ زدن علامت ضیقی است. انشاءالله دردی وزنی نداری. اما کتابی میخواستت را یافتم. تشکر بابا. تو خراب میستی. الله چیزی داده باشد میخوریم یک جایه. من روم بابا جون. به امتحان تیاری دیدنم لازم. مایلش. بخیر است استاد؟ پیناه را دیدن میخواستم. البته، لیکن شما خبر ندارید. امروز ما فاتحه داریم. یک جمع آمد خردی عائلوی. همین طور؟ نمیدانستم. این طور باشد ناراحت نکنم. در اصل 1-2 ساعت وقت هست. خواهید دارید. اگر اجازت فرمایید پینا را دیده تبریک کنم ممکن؟ مرحمت. اوچه من میروم. برای پگو گلدسته تیار میشود؟ مایلش آخر 100 بار گفتی میکنم. مایلش خوب. تو بازدید. وقتش گذشت. خیلی چیکار کنم؟ ندیدنی برق بهتر است. حالا هم نفهمیده است. نه، گفته نمیتوانم. زبانم نمیچسبد. اما یک روز نه یک روز میفهمد. این رو میدونی؟ میدونم. اما بهترش به درد و غم زندگی کند پسرم. دل مادر درد و غم فرزند رو طاقت ندارد.
تشکر استاد. زحمت کشیدید. هیچ گپ نی. سلامت باشید استاد علی. در حقیقت زحمت کشیدید. ببخشید امروز هم چنین تلاش داریم. تشویش نکشید. اونقدر وقتتون رو نمیگیرم. اگر اجازه دید با پینار خانم یک چند دقیقه گپ زدن میخواستم. خیلی وقت است که یک چیز رو پرسیدنی بودم. با خیر است استاد؟ چی رو پرسیدنید؟ اگر اجازه هست در تنهایی صحبت کنم. استاد کمی بی وقت شد. احوال به خودتون معلوم. فقط 5 دقیقه. ببخشید برای بیگاه تیاری دیدنم لازم. خوب من میروم. باز یک بار دیگر تبریک. خیر من رفتم. از گلهای بهترینتان لطفاً برای محبت دلم رو فهموندن. برای یگان کسی مخصوص به فکرم. بله اما خودش نمیدوند. برای فهمیدنش میبرم. انشاءالله کارت برار میگیرد. اما گل به تبسم نمی شود. تبسم رو فراموش نکن. از من به تو مصلحت. فراموش نمی کنم. خواطر نشوید. با تو چی شد پینار؟ چرا این طور رفتار میکنی؟ نمیخواهم برادر گویمت. تو رو به آغوش گیرم. آخر مجبورم تو رو محافظت کنم. حقیقت رو از تو پنهان کردنم لازم. اوچه کار دارم. تنها بودنم لازم. حاضر درس تیار میکنی دخترم؟ بله حاضر اوچه. ای الله. اینک وقتی اون رسید که با اوزن همش رو فهمونم. دخترم کمتر میوه خور. برای ذکاوت فایده دارد. چی اوچه من ناقص العقلم؟ با تو یک گپ گفته نمیشود. نگوی اوچه نگوی. نمیبینی درس میکنم. غم نده. تمام درس تیار کن دخترکم. لایق به عشقم نیست. İmkansız sevgiler, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgiler, ah
خوشا پیر شویتان. مبارک شود. تشکر. بر شما هم مبارک باشد. مبارک شود. تشکر. تبریک. آخه تو را هم از دست دادیم ها آزان جون؟ اکنون نوبت تویست را. ما انتظاریم. مبارک شود. مبارک شود. تشکر. این اسرا کیست؟ رفیق دوره دانشجویی. خیلی شدم از شناسایی با شما. اوزان رفت؟ رفت. و چه؟ در نبودن من در رفتاری اوزان یگون دیگرگونی ایست نکردید؟ نه چی شد که؟ نه چیز. زنگ های زیادی به جواب. در کامپیوتر مکتوب های هر خیله. با دخترها گفتگویش. نمیدونم. تو از خودت مباف. چشم اوزان غیر تو هیچ کس را نمیبیند. بعد از توطئه کردن همین گپ است که گویی. چی گفته ایستاده بودی؟ آدمی کار بود کن. من دیدم برابر فهمیدم که اکای پینو رو میابد. انشالله. نام دختر چی بود؟ پینوراکچان. نام پیشینه‌اش گلشنج گیتاولو. در اینجا تنها پیش از با آیله دادن جایزیستشان را ثبت میکنند. میشود. تشکر به شما. اما که جمال دست و پایم بسته، گویا پینار نمیخواهد حقیقت رو بفهمد. میفهمید اون طرف کار رو نمیدانیم. دانستن نمیخواهد یا اینکه از دانستن و روبرو شدن شرم میدارد. نمیدانیم. حل کردن به زوری نمیشود. ممکن یک قدم قفا بودن شاید برای حل شدن مسئله نزدیکتر است. خوب است اما نمیتوانم. اما که جمال در پیشم اون کسی است که سالها باز در جستجویش بودم. در کنار بودن نمیتوانم. نگر پسرم، اینجا مسئله روبرو شدن است. مادامی که این محیط مساعدت نمی کند از زمان حاضره به گذشته رفته اون وقت روبرو شوید چی؟ یعنی چطور در زمانی گذشته؟ در زیر شعور همه ما آن دوره کودکی که فراموش نشوندند نقش بستند و همیشه خیالان در اون وقتها سیر کردن با ما فرح می بخشد. لحظه های بهترین حیاتی گذشته همون را استفاده برده با گلشاه به همون خوابگاهی که خاطره های فراموش نشونده دارید رفته صحبت کنید. گمان میکنم این نتیجه خوب میدهد. اما که جمال این فکری عالی جناب، مطلقا با این عمل کار حل می شود. نگر پسرم، قلبها در دست خداوند می باشند. مطلقا حل می شود. بر این سخنهای ایده‌ای نگوی. از ما یک تدبیر اما نتیجهش را از خودی الله مراد کردن لازم. ذاتاً به خیرش هم همان می شود. ببخشید من در هیجانم، اما درد من یک طرف ولی حال طلبگانم بد. اینها را حل کردن قرض وجدان میدانم، اما از کجا آغاز کنم نمیدانم. میفهمم. نگر، سر اول از دروغگویی سر کن. دروغگویی یک عادت است که آغاز دارد و انجام نی.
یک دروغ سرآغاز دروغی دیگر است. اما که جمال چیکار کنم؟ گوش کن. سالهای پیش من یک اصول را استفاده می بردم. البته در اول مشکلات پیش می آید. гулдастае гуфтаат ана гир. оча бо гул ба мактаб равам. набошад чӣ кор кунем? вақте дар наздаш буданам биёранд нафсар не. майлаш. در نزدت اگر کمی قدر داشته باشم بعد زن تو رو در باغچه انتظار میشم. اکنون اوزان میفهمد که چقدر او رو دوست میدارم. بخیر باشد استاد. تبریک میکنیم. تشکر. مبارک شود. تشکر. ассалому алайкум. салом. табрик устозан. илоҳо ба мақсадатон расед. саломат бошед. илоҳо хушбахт шавед. илоҳо иншоаллоҳ ба мақсад мерасем албатта. назмия хонум лабай хурсанд менамоед. ақли духтарам ба сараш омад. тамоми шаб чашм напӯшида дарс тайёр кард. бисёр хуб. устод озан, духтарам шуморо бисёр ҳурмат мекунад. каме насиҳаташ мекардед нағз мешуд. майлаш. албатта мегӯям. саломат бошед устод. духтарам хурсанд шуда боз зиёдтар дарс тайёр мекунад. пинор меоӣ? каме дигар истироҳат мекардӣ? در خانه زیغ میشوم روم خوبتر. نمونه های انکتا در جوانت؟ بله جون. تو بازدید. خوب. سلام استاد. سلام. فاتحه چی خیلی گذشت؟ خیلی خوب گذشت. ژاله اینجا چیکار میکنی؟ به نزد معلمه ملک آمده بودم. بعد از دیر نکنم. خوب. سلام علیکم. سلام. مراد برای چی به زنگویم جواب نمیدهی؟ شاید نشنیدم. برای چی این طرف میکنی؟ نرگیس تو به همه دروغ گفتی. مایل است دیگر با. به من برای چی دروغ گفتی؟ شرم کردم. مادرم مرا ترک کرد. گفتن مشکل بود. دروغ گفتن آسان تر بود ها؟ افسوس ما اینقدر نزدیک بودیم. فکر میکردم از یک دیگر سیری نداریم. سلامت باش. مراد ایست نرو. اقلا تو مرا فهم. من به تو احتیاج دارم. فریبونه رنگ به همه عادت شده است. مادرم وفات کرده است. میگویند و معلوم میشود که زنده بوده است. خدا رحمتی. در حقیقت این باز یک مدت شده است. یکی میگوید مادرم بوی کم بغل میبراید، دیگری وفات کرده است میگوید زنده میبراید. حالا ایست باز چی ها میبافد؟
برادر باز چی شد؟ فکر خوراکشان با معلمه رو کرده ایستاده. گوش کن بیوده خودت رو عذاب نده. وای با تو همچون طلبه نگاه میکنند. امره واخوری اولین مهم است، بعد نگاهش رو عوض میکنیم. اوه کیها آمدند کدام شمال تو رو آورد؟ شمال دروغ از پشت نرگس خرخشه. آخیران سلسله فیلم برزیلی در این زیر. گوش کن دمت رو میگیری یا نه؟ در اصل تو دمت رو گیر. ما دروغگویان را دوست نمیداریم. مادران با دهان دروغگویان قلنفور میمالیدند. مادامی که مادرت نیست با دست مراد افتید. با من چی؟ کسی که خود بیافتد نمیگیرید. تو اهمیت نده. اینها چی رو میفهمند؟ من پروا ندارم. شد برای خودش رفیق هم یافت. تشکر به شما. شاید لازم نبود آواره کردنم. این خیلی نگوی پینور. اکنون همه وقت در نظر میشم. بین با سرمون چی آمد؟ فهمم. من زود. الو یگان پیشروی هست؟ زیق نشوید، به نزدیکی خبرهای خوش میشنویم. کمان خوب به فکر شما آیا دروغ سفید بی‌ضرر است؟ عموما دروغ رنگ داشته میتواند؟ از دروغ سفید خطر نیست. آن شیرینی حیات است. سفید است. کجایی باشد آنجا رو تازه میکند. اگر کلان نباشد دروغگویی ممکن است معلم؟ ببینید اولا دروغ است. درس ادبیات میخوانید. دروغ سفید سفید است. دروغ رمز چرکینی بدی است. سفید باشد رمز تازگی و زیبایی. از روی قاعده ترکیبی تضادی است. بسیار به منطق. قبلا آدمان یک اصول داشتند. در کنج قشلاق یک حوض میکندند. برای چی استاد؟ برای شستن؟ مثل ماشین جامشویی استاد؟ حوضها برای آن بودند که اگر کسی دروغ گوید به حجم دروغ نگاه کرده سنگ میپرتافتند. ای استاد مثل ما آدمانی بکار پول پرتافتن میگیریم. برای چی سنگ؟ با آن سنگ از همان دروغ نجات میافتند. گویا آن دروغ را هیچگاه نگفتند. این هم یک نوع خرافات بود. نقص است. اگر این خیلی آسان نجات یافته شود به این سنگ میپرتافته. اگر این خیلی میشد در کوچه سنگ نمیمون. در یک طرف باغچه یک خلطه میگذاریم چون که حبس کندن مشکل. از شما خواهش هر وقت که دروغ گفتید به درونش سنگ پرتایید. ما فهمیده نمیتوانیم که کی چقدر دروغ گفت، اما به طور عمومی دیده میتوانیم. استاد این کاری خوب نیست. من خلطه میگذارم میپرتایید یا نمیپرتایید این کار شما. هیچ نباشد دروغ ها رو جمع کرده چنک رو میبینیم. این به همه شما درس میشد. فهما؟ سلام اپای نجمیه. گل دختر آمد. خبرت آمد. الهو خوشبخت شوی. تشکر. جوانی آزم به من لازم است کدامش باشد؟ انا وایش دخترم. من همین. همین؟ بله.
این مکتوب رو برای اون نوشتم که همش رو به تو فهمونم که چگونه تو رو دوست می‌دارم. از نگاهت، از حرکت‌هایت معلوم که تو نیز بی اهمیت نیستی نسبت من. میدونم چقدر من تو رو دوست می‌دارم، همونقدر تو من رو دوست می‌داری. بچه ها کمی دیرتر خلطه دروغمون تیار می شود. یک دقیقه ببینید، بعضا میگوییم که یک دقیقه ایست می آیم ولی در وقتش حاضر نمی شویم. نه، اگر از یک دقیقه گذشت این هم دروغ است. این خیلی باشد کنتینر لازم استاد. خب میبینیم اون طرف کار شما. الها بخیر شد. کنی از اینجا روید. اینجا تو بازی من است. خدایا از هیجان میمیرم. اینجا میآید. استاد در راه درستی جله. خبرها رو شنیدم. همین خیلی دوام میده. مایلش خوب شد است استاد. چه خیلی که خواهید. خواهشی نجمه خانم رو نیز اجرا کردیم. خرسند می شود. این رو به من فهمونده میتوانی؟ این چی؟ این چی؟ اوزن، این مکتوبی عاشقی. از کجا پیدا شد؟ از جوانت. کسی نوشته باشد گویا تو نیز به او جواب داده ای. همه این چی معنی دارد؟ بفهمون لطفاً به من. قسم که از این هیچ خبر ندارم. باری اول میبینم. چی فکر کردن تو تخمین میکنم. زنگ‌های بی جواب مکتوب ها کامپیوتر. اما من گیر مکتوبت رو بخون خرسند شو. نه، شاید جواب هم نویسی. ایسا پینار ایست. این رو پوشیدن خطا بوده است. خطا. چی شد آخیر؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. بچه ها همین خیلی در هیجانم که چی شد با تو؟ بهترین روزی حیاتم امروز برار گیریم. چی آخیر؟ چی برار گیریم؟ باز یک مکتوب می نویسم برای به دست آوردن دلش. شانه زدگی. بچه وقتش آمد. مهم چی؟ گفتم که اولی جناب. بپیش. رفت. ای بار. نیتم دیگر خیلی خوراک بود اما باز چی میخواستی برق؟ با فکرم بهترین است. اما رفیقانت رو نمیبینم. چیکار کنم؟ نه آمدند. بهر شما از باغ‌های بهترین. در اصل این کار درست نیست. اما گرفتی. از نام تو در خانه معلمان میمانم. معلمان؟ اما آنها تنها برای شما. اون چند باقی دادم رو از من میپرسد. مراغ کرده بود. همین طور؟ تو با مادرت همه چیز رو میگویی؟ نه همه چیز رو نه. چیزهای مهم رو. با مادرت صمیمی بودنت بسیار خوب است. اکنون درباره مادر صحبت میکنیم ها؟ بله. بهترین موضوع صحبت معلم با طلبه. کنی با من فهمون موقع مادرت رو در حیاتت او چگونه قیمت دارد؟ مادرم برایم همه چی. یعنی اگر در پایش خور خلد دنیا رو چپگردان میکنم. کی با مادر ضرر میرسوند؟ هیچ کس. در اومد گپ گفتم برای فهموندن محبتم. اثباتی او
بعد دوام میدهیم مایلش. بسیار کوتاه شد اما نه بسیار خوب بود. با مادرت برای گلها تشکر گوی. خب از نبود بهتر. معلم خیر چخیل گذشت؟ خوب گذشت. درباره برق بسیار چیزا رو فهمیدم. همین طور؟ بله، مثلا مادرش در حیاتش موقع اساسی رو اشغال میکند. برای تغییر دادن برق میتوانیم مادرش رو استفاده بریم. درست. پینار امروز با مکتب آمده است لیکن ندیدم او رو. شما نمیدانید کجا باشد؟ نمیدونم. از استاد آزن میپرسیم. من رفتن نتوانستم. خودم رو اینجا رس میکنم. چرا آخر؟ کی این کارو کرده است؟ عقلم نمیگیرد. آخر دیروز فوتیا کردیم. همش خوب. اینجا کسی هست که یک جای شدنتان را نمیخواهد. کی باشد؟ خواهش میکنم آرام شوید. خودتون را به دست گیرید. چی خیلی آرام شوم؟ چی کار کردن رو نمیدونم. کسی کرده باشد اگر فهمم. خوش آمدی. ژله بودی ها؟ بله. گلهای شما خیلی بوبرار بودند. خیلی نقص. یعنی با کار رفتن؟ نه تنها با کار رفتن بلکه سبب روز خوشبخترینم در حیات گشتن. از این گلها باز میگیر. آسر یک لحظه. دل پینار رو یافتنم لازم. برای آن چی کار کنم؟ با او یک به یک گپ زنید. وضعیت رو به او فهمانید. استاد من به شما چیکار کردنتان رو میگویم. برای به دست آوردن دل زن بهترین کار این یک دسته گل است. تمام و سلام. در حقیقت فکری خوب. بفرمایید. بله گوش دارم. از لیتسه فتیح استاد آزن؟ بله استاد آزن ممنون شدم. البته حاضر روان میکنم. استاد آزن این گلها رو برای کی میگرفته باشد؟ پینار اک چم. یعنی حالا هم رفت و اومد هست. ساعت روی اونها رو گرفتن لازم. از تو بخشش میپرسم. فهمم مایلش میفرستیم. باز کمی گل سفید میگیرم. گلهای زیبای سفید آمادند. حاضر میارم. حقیقت رو فهمیدنت نقص شد. راهمون از اینجا جدا می شود. برای همش تشکر. میبخشید از فکرم گشتم. این گلها رو نمیگیرم. جانم یگان خطایی شده است. آزن این کارو نمیکند. با چشمانم دیدم و چه نمیفهمید. آزنی که من میشناسم این کارو نباید کرده باشد و تو رو دوست میدارد. او چه نمیدونم. سرم گرنگ.
اگر دوست نمی داشت اینها را به تو نمی فرستاد. بینم حقیقت رو فهمیدنت نقص شد. روحمون از اینجا جدا می شود. برای همه‌اش تشکر. گلها با تو معقول شدند؟ اوزان تو مرا مسخره میکنی؟ چرا این طرح میگویی؟ خطا شده است، مرا ببخش. چه ببخشمت؟ روحمون جدا گفته. پینوریستو، التماس خطا شده است. دیگر خطا نمی نویسی. فهمو همش. بله اوزان، جدا شدن خواسته ای. میشوی. گوش کن پینو. ایسا با من گوش ده. گوش کن پینو. الو. آه خدا، این گل فروش چی نوشته باشد؟ کسی نوشته را میکشم، میابم و میکشم. شاید اشتباه هست. من با شما میروم. خوش آمدید. من امروز گل روان کرده بودم. کسی مکتوب من رو عوض کرده است. خطا شدنش ناممکن. یعنی ما اینجا چه خیلی ناممکن. من میدونم چی نوشته بودم. کسی مکتوب من رو عوض کرده است. آرام شوید جناب. خب حاضر حل میکنیم. چی رو حل میکنیم؟ چی رو؟ یک دقیقه استاد آزان، کمی آرام شوید. من در کجای شما را دیدم، اما استاد علی، من نورای، مادر برق. بله نزد پاسبان شناس شده بودیم. برق، البته مکتوب رو برق عوض کرده است. گوش کنید، راستی گپ من از هیچ چیز خبر ندارم. شد فهمو، من همه را چرا فهمیدم. فهمیدید؟ استاد آزان. نورای خانم، با شما چی شد؟ دارو؟ در صورت. انامین بفرمایید. کجا بودی دخترم؟ انا اومدم. کلی اینجاشیم با تو گپ دارم. باید درس تیار کنم، به حجرم ندارو. استاد آزان فاتحه کرده است. همین گفتنی بودم. خیلی درس کردنی باشی مایلش. کمی به خود آمدید؟ با شما چی شد؟ یعنی این چی بیماری است؟ این یک نوع بیماری عصب. در وقت عصبانی شدن همین خیلی میشود. بیماری جدی است؟ اما برق نفهمد مایلش. نخواهید نمیگویم، اما وای فهمیدنش لازم. آخر شما مادرش هستید. استاد، نه من نه برق در گذشته روزی خوش ندیده ایم. حالا من تنها برای پسرم زندگی میکنم. نمیخواهم که او فهمیده غمگین شود و خیر. اما دیر یا زود میفهمد. میترسم که آن وقت دیر میشود. بهتر از شما سری وقت تبابت کنید. برق با صبر است. روزهای سخت رو پسی سر کرده بود، اما تو وقتی فهمیدنش مانید که خوشحال باشد. یعنی برای همین؟ میدانم برق کمی بی‌ادب است، اما مرا بسیار دوست می‌دارد. این حالت رو شکست می‌دهد آخر. اما اگر در این سن و سال چطوری که تربیه یابد، تا آخر همون خیلی تربیه می‌یابد. همه این رو من فکر کردم. خواهش میکنم با برق بیمار بودن مرا نگویید. بابت این مسئله با شما هم فکر نیستم. لطفا در این بابت بعدتر صحبت میکنیم. حالا در فکر سلامتیتان باشید. خیر، تا بازدید. آه برق، آه. حالا ایست روزت رو نشان میدهم. به همه کارو سببدار. نه با برادرم حقیقت رو فهمانده میتوانم، نه به آزم باور کرده میتوانم. چیکار کنم؟
برادرم هم نسبت من به اهمیت است. سالها باز آنها را میجویم. خواهش میکنم توانید به من یاری دهید. جناب، خطها را به اشخاص بیگانه نشان دادن من است. میفهمم، اما سبب برپا شدن یک عائله میشود. التجا میکنم. فهمیدم، اما همگی یک نام میخواهم از شما. خواهش میکنم نگویید. میلش کمی صبر میکنید؟ از خزینه برآوردنم لازم. البته اینقدر وقت صبر کردم، کمی دیگر صبر کنم چی میشود؟ سلام علیکم. سلام. به فکرم جناب جمال با شما واخورد. کودکی من هم در همین خوابگاه گذشته است. حجره ای که با خواهرم اقامت داشتم دیدن میخواهم. بله، با قید گرفته ایم. خواهید شما رو به حجره گسیلانم؟ خواهش میکنم. مرحمت. مشکل بود اما آخر یافتم. انا اینجا باید باشد یگیتولو علی یگیتولو و اناس یگیتولو. تشکر زیاد. باشد. پینار بردارو خیر. من یگان گناه ندارم، یگان گناه. همش عیبی برق، همش رو اعتراف میکند. مناسبتم رو با پینار برقرار میکند. دخترم تا کی ناز میکنی؟ چه خیلی ناز؟ چی ها میگوید؟ همش روی آب بر اومد. کاش که مکتوب رو میخوندی. واهمه میکنی. باور کن اینجا اشتباه است. بچه گپ زدن نمیخواهم. لطفاً مرا تنها گذارید. امروز از مکتبتون نزدم یک معلم آمده بود. چرا؟ با پینورک چند گلدسته روان کرده بودم. استاد آزان بوده نیست؟ بله، استاد آزان بود. چطور نمیدونم مکتوب خطا رفته است به پینور خانم. چه خیلی شده است که؟ نمیدونم، لیکن این امکان ناپذیر است. استاد در اصل اونجا یک دختر بود. شاید او کرده باشد. با فکرت او عوض کرده است؟ ندانم، دیگر به سرم هیچ کس نمیآید. اوچه مبادا تو رو خفه نکرده باشد؟ کمتر ناراضگی کردم و آنقدر مهم نه. چی ها میگوی اوچه؟ او حریف کیست که طرف تو ناریزاگی میکند؟ پسرم هیچ چیز نکرده است. استاد علی هم آنجا بود. من به وی نشان میدهم. حالا هم عقلش در اومده است. برق پسرم گوش کن، باز یگان نامعقولی نکنی از برای خدا. میلش دختری که آنجا بود چی خیل بود؟ در تنش لباس مکتبی شما بود. قدش پس، چشمانی سیاه داشت. نامش ژله بود. ژله؟ فهمو. عشقم، میدانم برایت مشکل، اما عشق صمیمی مشکل ها رو پس سر میکند. فقط صبور باش، به عشقم اعتماد کن. آزان جانم، عشق تنها برای مبارز خود راهنماست.
دخترم شیر پختن با عسل برای ذهن فایده دارد. ای بچه مرا دیوانه نکن، نمی نوشم شیر. نوش دختر جانم نوش. الان اینجا میگذارم، هر وقت دلت کشد مینوشی. ای خدایا من چی میخواهم و این چی میگوید. چه دستی؟ قرین کردی ها؟ باز کمی دیگر لباس های کهنه را میگیرم و تمام. یاری میدادم و میدانی وظیفه. نه تشکر. تنها یک خواهش دارم از شما. شاید پگاه من بر وقت میبرایم، التجا دارم از شما و مدیر خوابگاه لطفا تشکری مرا رسانید. البته میرسانم، لیکن حجره گرفتت از استفاده بیرون. چیزایی که میگیری نادر کار. بگذار منت داریم را رسانید. میرسانم. این خیل نمی شود. یگان علاجش رو یافتن لازم. مایلش فهمو خواستم این کار رو به خوبی حل نمایم، اما اکنون من میدونم چی کار کنم. اوزن یگان نامخولی نکن. حالا ایست من به تو نشان میدهم. به همه کارهای چشمانم رو پوشیدم، لیکن برای این کارت جواب خواهی داد. عشقم زنگ میزند. لبای ژله من معلم اوزن، رقم تلفن برق رو به من یافته ده. زود عاجلا. چی گپ شد؟ یگان واقع شد؟ ژله زود گفتم. مایلش او خودی حاضر. الو خودش چی گپ؟ زود روان کنم، مبادا باز برای برق شده گپمون نگریزد. اوچه با دست چی شد؟ چی شده است؟ ها این با جوان برخورد پسرم. چی بود؟ اوچه یا یگان کس؟ نه چی ها میگویی؟ به من کی میرسد؟ الو شما کی؟ من اوزن وا خوردنم آن لازم. مایلش حاضر؟ به نزد ساحل بیا، انتظارم. خوب حاضر. مکتوب رو برای چی واسه کردی؟ مناسبت همون ویران شد، بعد چی میرسد؟ چه خیل مکتوب؟ چه خیل مناسبت؟ بس کن، از همه چیز خبر داری. از مکتوب هم، از گلهای روان کرده من هم، از همه چیز. کسال است چین مردک؟ من با تو و با پینو را چیکار دارم؟ خیالم یک به یک زنی آمده ای روی ایسا، یعنی تو از هیچ خبر نداری؟ عقلت را خورده معلم؟ کسی به من مکتوبی عاشقانه روان کرده است. پینور یافت. با پینور گل روان کردم از جای کار مادرت. مکتوبش رو کسی عوض کرده است. بعد از این کارا پینور دیوانه شد. وای شکسپیر عاشق ما یارادار شده است ها؟ من این گپ را وزیر یگان خبر نداری؟ کمتر فکر کنم. قدش پس چشمانی سیاه دار.
номаш ژане буд. ба шумо гӯям ки мактубро иваз кард. ҳатто исбот ҳам мекунам. кани исбот кун. аммо ба як шарт. чӣ шарт? ҳардуятон барои беҳурматиятон аз модарам бахшиш мепурсед, фаҳмо? хуб, майлаш. ман розӣ. Yanarım sevdiğim, içimde aşkın bitmez. Aylar yıllar geçer, ah bu dert tükenmez. Sevdiğim inan sensiz, belki bir ömür geçmez. Yarim gönlüm kaldı senin ellerinde. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız нигоҳ кун. о наргиз хонум, имрӯз чӣ дурӯғи нав бофте? چی اینقدر با ما میرسید؟ بس بودگیست. эй дар вақти дурӯғ гуфтан инро бояд фикр мекардӣ. ба фикрам аз ҳад гузарондам. бас будагист. шояд ягон дурӯғ дар бораи падарат аст. ака накун, аз барои худо айб аст. хушбахт будаӣ бин, дар байнамон дили сӯз дорӣ. شود چند بار با تو گفتم بس بودگیست. چی میچسبی با من؟ بوده کشیدم. چیکار بکنه که جنگ رو سر کرد؟ یک قدم به پیش برآید. من میدانم با شما چیکار کنم. همه‌تون رو جزا دادن لازم. تمام صنف را. تنچی است استاد؟ یگون گپ شد. بهر دیدن دور و مرجانهای گفتگیتان آمدم. بسیار خوب. دست به گریبان یک دیگر را میزدند. چگونه دور و مرجانند؟ نفهمیدم. دور و مرجان اگر بلای افتد آلوده میگردد، اما قدرش را گم نمی کند. تنها تازه کردن لازم. با شما حالا کارم تمام نشده است. گوش کنید استاد علی، اگر جزای درکاری داده نشود مشکل می شود. از خود می روند. شما قاعده های مکتب را ویران میکنید. میفهمید؟ جناب مدیر، این کودکان در وقت نبودن من هم بودند، شما هم بودید. آنها زیر فتنه دنیا ماندند. اگر دستشان را بگیریم زمانه را نجات میدیم. کمی صبر میکنیم، انشالله همش خوب بشود. جناب علی، من مکتب را اداره میکنم. یگان شرکت خصوصی را نه، پابند قانون و قاعده هستم. شما را آخران بار آگاهی میدهم. دیگر این گونه منظره را دیدن نمیخواهم. هرچی زودتر مسئله را حل کنید، وگرنه به هیچ کس رحم نمیکنم، حتی به شما نیست. خوب استاد، برای فرصت دادهتان تشکر میگویم. به درس درآیم ممکن؟
چی گپ شد؟ устод боз ҳамон масъалаи дурӯғгӯии наргиз. امره نرگس را تحقیر کرد. همتون با باغچه درس رو اونجا ادامه میدیم. در اینجا چند روزه سنگ‌های پرتافته همان هست. راست گپ ما آن را خوب اجرا نکردیم. برای کمتر دروغ سنگ نپرتافتیم. یعنی اینجا با تعبیر شما دروغ‌های سفید نه بلکه سیاه است. اینک کدامی از شما این را برداشته تواند؟ جایزه میگیرد. فهمیدید؟ جدی میگوید استاد؟ مایلش استاد بوی میدی؟ دو کاسه انبار دارید. استاد نمیشود، حتی از جایش نمیجنبد. نمیجنبد؟ در حیات همین خیل دروغ‌های خرد آهسته آهسته جمع شده باری وزنی نمیشوند. تا درجه میشویم که از جایمون جنبیده نمیتوانیم. با دروغ دست و پای خود را نبندید بچه ها. نور حقیقت آنقدر دارای جلا است که با هیچ چیز پوشانیده نمی شود. مثل آن که آفتاب را با دامن پوشانیده نمی شود. اکنون رفتیم درس رو در سیب دوام میدیم. نرگس، امیدوارم که کمی سبک شدی. دیگر بر دوش خود چنین وزنی بار نکن عزیزم و نگذار که آنها به تو بار کنند. با کی باید با پینارک جان. هر چیز زودتر رسانی همان قدر خوب می شود. این برای من بسیار مهم است. وای معلم را بین از فرصت استفاده می‌برد. تمام. حوزه درس اوزن در هیجانم. موهایم چه خیلی خوش رویه. آها بسیار زیبایی. کنی بیو. راستی من هیچ کار نکردم. خودش گم رفتیم. زود باش. خودش شد. من نبود. من هیچ گناه نداشتم. اوه محترممان آمدن کو. همین کلاس البته. درویت و شرویت. انیق اینجا چیزی هست. من میدونم. چیکار میکنن؟ نفهمیده ایستم چیکار میکنن این؟ لحظه تینگی هست چی دم؟ سلام بچه ها. سلام استاد. بچه ها امروز درس نمی شود چون که از درس دیده کاری مهمی هست. امروز در این صنف 17 طلبه و یک معلم هستیم، اما از این بین یک طلبه با ما ویدا میگوید تا روزی که من اینجا هستم او در اینجا خونده نمیتواند. کاری که او در حق من روا دیده است البته نابخشیده نیست و این را خودی او نقض میداند. میفهمید این را بچه ها؟ علاقه سر کنیم.
عشقم озан. маро бубахш ки калимаҳоям пеши ҳиссиётам оҷизанд, аммо ба ҳад имкон ин мактубро навистам. то ба ҳам расидан ба ҳамин иқтифо мекунем. ҷонакат. инро ки навишт? ки навишт гуфтам? ман навиштам. ҳамаашро ба пинор мефаҳмонӣ. муносибатамонро ту вайрон кардӣ. худат барқарор мекунӣ. фаҳмидӣ? зуд! ту бо кадом мақсад ин корҳоро кардӣ? ҷале бист. тинчи аст? ҳамаашро фаҳмидӣ. чӣ шуд? жале кардааст. ҳамин тавр? рафтем. инҷо истодан маънӣ надорад. кани ҳама ба сил дароед. ҳеҷ кас наистад. зуд бошед. зуд. зуд. دخترم تو برای پس زدن من به دنیا آمدی. آدم با معلمش نخواد این کار رو کند. من فکر کردم که تو درس تیار میکنیم، تو رو از مکتب خارج کنن چی کار میکنیم؟ کاری کردنشو ببین. از دهانش بوی شیر میآید و جزایش رو میدانم. اما استاد آرام شوید. وی جوان است، البته خطا میکند. همش آشکار شد، دیگر حاجت داد و فریاد نیست. آخر ما آموزگاریم، میفهمید؟ من نمیدونم چه خیلی که ویران کرد انا همون تا ساز میکند. بس کنید استاد، این کار حال میشود. فقط شما خودتون رو به دست گیرید. احوال او رو نمیبینید؟ من چی کارهایی نمیکنم که تو خانی نمیبینی مگر؟ شد. لطفاً ما رو تنها گذارید. آسوده باشید، همش نقض می شود. معلم جان لطو کوب کنید، عقلش به سرش آید. من نمیزنم، شما زنید. آیا بالت و کوب انسان را برای راست در آورده می شود؟ جلی دختری با عقل است. هر یک خطا کردد. آیا ما خطا نمی کنیم؟ لطفاً ما را یک لحظه تنها گذارید. گریه نکن. بس با او بدیده کار نمی شود. تنها یک خطایی کردی که اون هم حل شونده است. همه خطا میکنن، همین تغنی معلم. گوش کن جلی، این را بفهم که چیزی که تو نسبت استاد آذن حس کردی دروغ است. عشق در حیات انسان موقع خاصه دارد، اما به شرطی که در موردش باشد. بله جلی، در این سن و سال تو باید این حسیاتت را در راه درست استفاده بری. دوستداری با مورد به حیات انسان شیرینی ها می بخشد. تو را با قدر می کند. باور کن حیات با دوستداری خیلی شیرین است. عشق حقیقی انسان را از خیال های خام دور می کند. بینارکچان بفرمایید. من این برای شما. تشکر، سلامت باشید. خداحافظ. من میدونم با من با خوردن نمیخوای، اما التماس به این سراغ برم. خواهش میکنم. کمی خیش درو. با کجا؟ نزدیک گلفروش. عذر پرسیدن لازم. رفتیم. حاضر مگر وقت این است؟ بله وقت شما. بعد دست نزد فینال میرویم. همه‌اش رو با وی میفهمونید. کمی رفتیم. استاد آسان شما چیکار میکنید؟ استاد لازم نیست. خودتون رو به دست گیرید. خواهش میکنم. مالش استاد، میروم. باید من بروم. جله، این کاری مجبوری نیست. رفتنم لازم. رفتیم استاد. منم با شما میروم. نه استاد، التماس. رفتیم.
چی می شود؟ انتظار میشویم. ببخشید یک چیز پرسم. مرحمت. جناب علی را کفته ایستادم. معلم علی؟ بله، در آشانه دوم زندگی میکنم. فهمیدم. علی در مکتب است. در کدام مکتب میدانید خاله؟ انا اونجا. تشکر. نمیارزم. دیروز بسیار سرگردان شدیم. با استاد اوزان یاری دادیم. سببش همین دختر. بله، از دست دختر گرفته بوده است. برای از پینور بخشش پرسیدن بردگی است. این خودش چی گپ؟ در کجای این نامه این نوشته شده است؟ این عمل از دایره پداگوژی دور است. من صد راه شدم اما استاد آزن کجاست؟ رفته است جناب مدیر. با طلبه. چقدر رفته است؟ هیچ نمیفهمم. از کی اجازت گرفته است؟ احتمال زلی را نزد عروسشونده اش برده است. زله؟ دختر نجمیه؟ او را ببخشید جناب مدیر، یک خطا کرده است، کودک است. با عافی من میشود این کار. اینجا مکتب است. مکتب قانون دارد، قاعده دارد. کسی حق ندارد که طلبه را ببخشد و از پیش خود خارج کند. میفهمید؟ هیچ کس حق ندارد، هیچ کس. استاد آزان هم جله هم به این کاری کرده اشان پیش قانون جواب میدهند. ما خیلی رحم کرده. جناب مدیر، اگر چنین رفتار کنیم جله را تماما از دست میدهیم. مرا چطور اداره کردن را یاد نده. با طرز و اصولهایتان طلبه ها به این حالت آمدن. دیگر یگان کس به من راه نشان ندهد. یگان کس. جاله این چی کاری کردن؟ عجیب، تو این درجه به عقل بودنی جاله رو نمیدونستم. در نزد همه استاد اوزان رو شرمنده کرد. دیگر چی میگویی؟ با کدام رویش باز به این سیب میدر آمده باشد؟ حاضر در کجا باشد؟ برق هم نیست. بیاییم هم نامی سیفی ما بد بود، همه این به بالای اون زم شد. نه تنها مدیر، دیگر معلمون نیز گپ میزنن. آزان جان، عشقم، پینار را نه، مرا گیر. آنها رو سرده، جا بیا. التماس اکاجا آنها رو سرده. اکاجا آنها رو سرده، التماس. خدایا خوابم یا بیدار. آیسته خواهرجون، احتیاط شو، باز نرفتی. من زیر میشم اگر تو بیفتی. انا گریزی.
بوده است نبوده است. یک قوزک جنگلپا بوده است. او 7 بچه داشته است. الولا اکای چیست؟ این گور. مرا ببخشید که نگورم. خیر شد بس من گریه نکن. اگر من ناحرمتی کرده باشم ببخشید. عذر میخوام. هیچ گپ نیست. لازم نبود آخر. وظیفه ادا شد. هرچی بود و بود حقیقت رو باید بگویم. دیگر طاقت ندارم. ایستید. السلام علیکم. علیکم السلام. معلم علی یگیتوغلو اینجا کار میکنه؟ علی یگیتوغلو؟ استاد علی؟ بله این کس. استاد علی است. تینجیست؟ من همدیه‌اش هستم. با او واخوردنم لازم. ببخشید در آمدن شخصان بیگانه من است. درسا کی انجام می‌یابند؟ قریب تمام شد. حاضر میبرایم. خوب تشکر. نمیارزم. باید با آنها میرفتم. ژاله خودش رفتن خواست. او را مجبوراً من کردن نتوانستیم. نمیدانم. الا یگان ناخوشی روی ندهد. از پینار هم یگان خبری نیست. اول با مکتب میرویم، بعد از آنجا نزد پینار میرویم. مایلش. پینار میگوید اما با بخشش پرسه ژاله این کار حل نمیشود. چرا اینطور میگویی؟ از من یک گفتم با استاد علی دیختید. چی گفتن میخوایی؟ من تنها آگاه میکنم. پینار؟ ایستا پینار. آقا جون. گلشاه. کسی باید نفهمد که ما اکا و خواهر سببش رو نپرسیدیم چجا داره. پینار؟ تو با این حریف؟ این چی کار است؟ تو شرم نمیکنی؟ تو با این حریف با من خیانت کردی؟ با همین؟
استاد حسن خطا نفهمید ما آخر هیچ تو استاد علی حیفی تو آخر ما با هم نام زدیم شرم نمیکنی نخود ما رو از هم جدا سازی ها استاد حسن کنی آدمگری کنی مردی خاموش برای آن که تو ما رو ببخشی چیکارهایی رو نکردم لیکن تو همش برای همین خود معلم علی هیچ باوری نداشتم این نبینید معلم خوب گفتیم قهرمان گفتیم بهوده نگفتن خفگی تگی تپک استاد آرام شوید و همش جواب میدهید من رو به عقل گمان کردید من به شما نشان میدم به هر دویتان بس کنید بس اینجا مکتب است مکتب نفهمید خوب استاد زیر نشوید همش تمام شو همه‌تان از اینجا روید گلشاه